بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، دکتر زکیه رستا کمیری هستم، ترنر متخصص نسای ولادی. امروز میخوایم در مورد CIN یا نیوپلازیای اپیتلیال عنق رحم برای شما معلومات ارائه کنم. امید مورد توجهتان قرار بگیره. در این لکچر کوشش گردیده است که تا موضوعات به شکل بسیار ساده، بسیط جمع‌آوری شده و به شما ارائه گردد تا اینکه شما بتانین از آن با دیدن و شنیدن یک بار استفاده اعظمی نمایید. و این لکچرها خاص برای دکتر صاحبایی که جدیداً کارهای خود را آغاز نمودن و برای تمام دکتر صاحبای جوان نسای ولادی و محصلین سالهای اخیر فاکولته طب تقدیم میشه. تعریف: CIN یا نیوپلازیا عبارت از دیسپلازیا یا برهم خوردن رشد نرمال حجرات سنگفرشی عنق رحم می باشد. یعنی CIN حجرات سنگفرشی که در عنق رحم وجود داره به صورت عموم همیشه رشد میکنه، در این میتاپلازیا واقع میشه. زمانی که رشد از این برهم میخوره یعنی میتاپلازیا به دیسپلازیا بدل میشه، در اینجا حجرات غیر نرمال تشکل میکنه که باعث ایجاد CIN یا نیوپلازیای اپیتلیال عنق رحم میشه که این یک ضایعه پیش سرطانی است. به این معنا که قبل از اینکه عنق رحم به سرطان مصاب شود، مصاب CIN میشه، یعنی حجرات رشدش برهم میخوره. به مرور زمان در صورتی که CIN تداوی نمیشه، این میتونه که به طرف کانسر عنق رحم پیشرفت کنه. تقسیم بندی از این قسم صورت گرفته که CIN 1، CIN 2 و CIN 3 می باشد. زمانی که تغییرات در سطح طبقه اول قرار دارد، در این صورت CIN 1 است. آهسته آهسته وقتی که تغییرات در طبقات عمیق پیشرفت می کند، CIN 2 و بالاخره CIN 3 میشه و یک ارتباط قوی و مستقیم با ویروس HPV دارد. اسباب CIN: HPV ویروس بسیار ارتباط مستقیم با CIN داره. عفونت با HPV ویروس به صورت دوامدار باعث میشه که اینمی رشد نرمال حجرات بر هم بخوره. سایر اسباب که باعث CIN میشه عبارت از شروع زود هنگام فعالیت های جنسی می باشه، که البته قبل از سن 18 سالگی اگر شروع میشه. شرکای جنسی متعدد، استفاده از سیگار و سیگارت، ضعف سیستم ایمنی، خصوصا کسایی که HIV دارن و یا ای که ترانسپلانتیشن ارگان ها صورت میگیره، مصرف طولانی مدت از قرص‌های ضد حاملگی، STDI یا Sexual Transmitted Disease با سایر انتانات و صورت دوامدار میتونه که از اسباب CIN محسوب گردد. پاتوژنز CIN قبلا هم ذکر کردیم که HPV ویروس یکی از علت عمده و اساسی CIN محسوب میشه. زمانی که این ویروس مداخله میکنه با DNA میزبان ادغام میشه و این میخواد پروسه نرمال میتاپلازیا را که میشه در حجرات سنگفرشی عنق رحم به صورت دوامدار جریان داره. این پروسه رو برهم میزنه، میتاپلازیای نرمال عنق به دیسپلازیا بدل میکنه و این دیسپلازیا باعث میشه که حجرات به شکل غیر نرمال و بیش از حد رشد کنه، در صورتی که به موقع تداوی نشه باعث به وجود آمدن سرطان میشه. طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن: گفتیم که CIN به 3 طبقه تقسیم میکنن: CIN 1، 2 و 3. CIN 1 است دیسپلازیای خفیف در طبقه سطحی حجرات موجود است و این دیسپلازیای خفیف امکان داره که خود به خود بهبود حاصل کنه و ضرورت به تداوی نداشته باشه. زمانی که در این مرحله تشخیص میشه، مریض باید تحت کنترل گرفته شه. CIN 2 در این صورت دیسپلازیا به شکل متوسط می باشه، یعنی به طبقات پایین تر انتشار کرده می باشه و در این مرحله خطر بالای پیشرفت مرض موجود است. در این مرحله زمانی که تشخیص میشه، مریض باید که تداوی لازمه را اخذ نماید. NSC دیسپلازیای شدید است که زمانی که دیسپلازیا به این طبقه میرسه، دیگه میتونیم گفته که کانسر این سیتو یا سرطان در جا نزد خانم ایجاد شده. اعراض و علائم:
در شروع امکان داره که هیچ اعراض علائمی نزد خانم موجود نباشه، اما به مرور زمان میتونه که مقاربت دردناک، خونریزی های نقطه‌ای و اسپاتینگ بلیدینگ بعد از مقاربت نزد خانم دیده شود، افرازات محولی بیش از حد باشه که با تداوی های PID جواب نده و حتی متعفن باشه، بی‌نظمی ها در حیض به وجود بیاید، خصوصا خونریزی های شدید رحمی یا خونریزی های غیر نرمال رحمی نزد خانم امکان داره که به وجود بیاید. تشخیص CIN کشورهای پیشرفته نزد خانم ها معاینه پاپ اسمیر به صورت منظم انجام میشه، خصوصا خانمایی که سنشان از 40 بالا می باشه نزد از اینا به صورت منظم اجرا میشه و همچنان کسایی که ریسک فاکتور دارن و یا هم اعراض علائم نزدشان دیده میشه و این معاینه فرستاده میشن. پاپ اسمیر نزدشان هم انجام میشه در صورتی که در تست پاپ اسمیرشان تغییرات حجرات دیده شود. سایر معاینات نیز پیششان انجام میشه. یکی از معاینات معاینه HPV است که ویروس HPV منظما پیششان چک میشه و در صورتی که به CIN شک شود به معاینه کولپوسکوپی فرستاده میشوند. معاینه کولپوسکوپی با استفاده از اسیتیک اسید 5% که در عنق رحم استفاده میشه توسط کولپوسکوپ ساحه مشاهده میشه. در صورتی که تغییراتش موجود می باشه CIN تشخیص میشه و در صورتی که به کانسر مشکوک شوند در او حالت از دو ساحه بایوپسی گرفته میشه و بر معاینه پاتولوژی فرستاده میشه. تداوی یا درمان بر اساس شدت مرض انجام میشه که در صورت CIN یک تشخیص شود در این حالت خانم تحت مشاهده و پیگیری قرار میگیره و به صورت متکرر نزدش پاپ اسمیر انجام میشه در صورتی که حجرات غیر نرمال اضافه شوند. در او صورت بر معاینات بعدی فرستاده میشه تا اینکه تشخیص قطعی شود. در صورتی که CIN 2 تشخیص میشه در این حالت نزد خانم میشه کرایوتراپی انجام شود که کرایوتراپی یا کولد کاگولیشن یک پروسیجر است که توسط ماشین انجام میشه. ساحه توسط اسیتیک اسید چک میشه و ساحه که معاف است توسط اینمی کولد کاگولیشن حجراتش سوختانده میشه و حجرات غیر نرمال از بین میره. از طبقه بازال حجرات نرمال دوباره رشد میکنه و یا هم توسط لایزر این ساحه تداعی میشه و همی حجرات از بین میرن. در CIN 3 که تغییرات تا طبقات بازال و پایینی رسیده می باشد در این صورت از لیب یا لوب الکترو اکسیژن پروسیجر است که استفاده میشه. در این صورت یک قسمت از این حجرات در عنق رحم برداشته میشه و ساحه کاگولیشن میشه تا اینکه دوباره شفایاب میشه و یا اینکه کنایزیشن در عنق رحم انجام میشه. این پروسیجرها نزد کسای انجام میشه که خواهش داشتن عملهای بدی را داشته باشن و یا تعداد اطفالشون پوره نباشه بخواین که داینده عمل بگیرن. پیش از اونا این پروسیجر انجام میشه تا که خانم فامیلی پلنینگش پوره باشه و کدام مشکل دیگه نداشته باشه و این حالت تشخیص شوه. بهترین تداوی برایش استرکتومی می باشه که توتال استرکتومی انجام میشه و قسمت عنق رحم نیز برداشته میشه تا که در آینده از سرطان عنق رحم در امان باشد. گزینه‌های درمانی یا تداوی را به جراحی و غیر جراحی نیز تقسیم میکنند. گزینه‌های جراحی را قبلا ذکر نمودیم که عبارت از کرایوتراپی، لایزر ابلیشن یا برداشتنش توسط لایزر، کنایزیشن و استرکتومی می باشه و در گزینه‌های غیر جراحی در صورتی که مرض پیشرفته نباشد از گزینه‌های غیر جراحی استفاده میشه مانند واکسینیشن HPV نزد خانم چون تست HPV انجام میشه. در صورتی که HPV منفی باشه برش واکسینیشن انجام میشه و در صورتی که مثبت باشه تحت کنترل گرفته میشه بار معاینه میشه تا اینکه تست منفی شود و همچنان اگر بدخانیات معتاد باشه او رو باید ترک کنن. برش توصیه میشه تقویت سیستم ایمنی صورت میگیره و برایش مکمل های انتی اکسیدان توصیه میشه خصوصا ویتامین آی ای، ویتامین دی، استفاده از سبزیجات و میوه ها. وقایه به خاطر وقایه CIN باید HPV واکسینیشن صورت بگیره. واکسینیشن در کشورهای پیشرفته واکسینیشن HPV مروج است و
دختران از سن 9 سالگی تا 45 سالگی با ویروس چک میشن و نزدشان واکسینیشن از همون دوران مکتب صورت میگیره که واکسین ها هم 3 دوره واکسین میشه. یک دوره به فاصله 1 ماه بعد و دوره سومش به فاصله 6 ماه بعد نزد خانم واکسین صورت میگیره که میتونه معافیت نزد خانم ایجاد کنه. چون ویروس HPV تقریبا 100 نوع داره، اما واکسین ها قسمی دیزاین شده که در مقابل HPV 16 و 18 که نوع خطرناکش است و باعث کانسر میشه، واکسین به خاطر این دو نوع HPV ویروس دیزاین شده. به خاطر وقایع معاینات منظم باید نزد خانم همیشه صورت بگیره. در صورتی که مشکوک میشیم باید که نزدش معاینات انجام شود تا اینکه به موقع تشخیص شود. دیگر رفتارهای جنسی به شکل ایمنی صورت بگیره، از داشتن پارتنرهای متعدد جلوگیری شود. تغییر در سبک زندگی می باشه که داشتن یک برنامه منظم ورزشی، استفاده از آنتی اکسیدانت ها که بیشتر در سبزیجات و میوه ها موجود است میتونه که در وقایع این مرض کمک کننده باشه. پیگیری و نظارت: زمانی که CIN تشخیص شود باید به صورت طولانی مدت نزد کنترل و پیگیری قرار بگیره. خانم به صورت منظم نزدش معاینه پاپ اسمیر انجام شود و همچنان با کولپوسکوپی به شکل منظم چک شود. کسانی که تداوی میشن اینا هم بعد از اینکه تستشان منفی میشه دوباره به امو چکاپ و معاینات متکرر خود ادامه بدن. ملاحظات ویژه و خاص در زمان حمل: تشخیص CIN در زمان حمل یک امر رایج است، چون که خانم در زمان حمل خود بیشتر به دکتر مراجعه میکنه و نزدش معاینات بیشتر صورت میگیره. در این حالت امکان داره که نزدش CIN تشخیص شود. اما تداوی اغلب در صورتی که نزد خانم CIN تشخیص میشه تا پس از ولادت به تعویق میافتد. کولپوسکوپی بی خطر است، میتونه که در زمان حمل انجام شود، اما در آن رحم مداخلات یا انجام پروسیجرها مانند لیپ یا کنوزیشن و کرایوتراپی زمان اجرا میشه که نزد خانم شک متاستاز در آن رحم موجود باشه. توصیه ها و کارکنان صحی: ترویج واکسینیشن، خصوصا واکسین HPV که در پیشگیری و وقایع مرض کمک کننده است. به تشویق مریضا به خاطر معاینه منظم و به موقع باید برشان معلومات داده شود که CIN موجود است. یک مرض است که اگر در صورت تداوی نشه به طرف کانسر پیشرفت میکنه. در مریضایی که تداوی شده میباشه اونها نیز باید پیگیری شوند و در این قسمت برشان معلومات داده شود که در صورت تداوی هم میشین باید به صورت منظم تحت مراقبت و پیگیری قرار داشته باشید. نتیجه گیری: CIN یک مرض است که قابل وقایع و تداوی می باشد. معاینات و کشف زودهنگام خطر سرطان را کاهش میده. واکسینیشن ضروری است که انجام شود. تداوی مناسب نتایج را بهبود می بخشد و در آینده از مصابیت به کانسر جلوگیری می کند. تشکر از توجهتان. اگر از ویدیو خوشتان آمده باشه و می خواهید از ویدیوهای بعدی مستفید شوید لطفاً چینل را لایک و سابسکرایب نمایید. و اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید یا سوالی داشته باشید میتونید که در کامنت بنویسید و یا اگر موضوعاتی را میخواین که برایتان ارائه گردد نیز برایم پیشنهاد نمایید و در کامنت بنویسید. تشکر از توجهتان.